سلام و درود دوستان. امروز هستیم خدمتتون با معرفی یکی از محصولات پرفروش سایتمون، ریموت بلوتوسی طرح بنز. این ریموت علیرغم اینکه جنس بدنش پلاستیکیه ولی خب کیفیت خوب و مطلوبی داره. 4 تا دکمه روی ریموت، دکمه A, B, C و D و اگر بخوام حالا نمونه باز شده این ریموت هم خدمتتون نشون بدم. این در واقع نمای داخلی خود ریموته که یه دونه باتری سکه‌ای 2032 میخوره و باتری همراه محصوله، یعنی شما نیاز نیست که باتری تهیه کنید. یه نکته‌ای که از بابت ریموت هست باید خدمتتون عرض کنم اینه که این ریموت‌های بلوتوسی هستند و زمانی که شما برای بار اول اینو تهیه میکنید نیازه که ریموت رو خام کنید و خام کردن ریموت هم به این ترتیبه که ببینید الان من دکمه آ رو فشار میدم، چراغ ریموت یه سر روشنه، این یعنی ریموت کد داره و برای خام کردنش به این صورته که دکمه آ و بی رو شما با هم نگه میداریم، 3 تا چشمک میزنه، بعد این 3 تا چشمک دکمه بی رو 3 مرتبه فشار میدیم. خب ببینید این چراغ الان به صورت چشمک زن و ممتد روشنه، این یعنی ریموت خام شده. خب حالا برای کپی کردن ریموت، برای مثال این ریموتی که دست منه این میشه ریموت مبدأ و قراره که کد این ریموت کپی بشه توی ریموت بلوتوسی که ما تهیه کردیم. ببینید دکمه های متناظر رو باید با هم کد بدیم، یعنی شما فرض کنید که جهت بالا، الان این ریموت یک کرکل برقیه، من جهت بالا رو میخوام بندازم روی دکمه A، جهت بالا رو فشار میدم، دکمه A رو فشار میدم نزدیک هم، ببینید این دکمه کد گرفته. جهت پایین دکمه B و به همین ترتیب کل دکمه های ریموت رو کپی میکنیم. و اینکه خب ممنون میشم ما رو دنبال کنید. اگر نکته‌ای، سوالی، ابهامی چیزی باشه با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید، در خدمتتونیم.